بشنوید از شیخ بنفش و قمپوزای 100 من یک قازش برای صدور ونتیلاتور به آمریکا. تو کرونا، ماهای اولیه کرونا بود، خب روزهای خیلی سختی بود. ترامپ به یکی از مقامات کشورهای دیگر گفته بود که ما حاضریم چون حالا کرونا هست به ایران کمک کنیم. کمکش هم گفته بود که ما 4 عدد ونتیلاتور رو حاضریم هدیه بدیم به ایران. من به اون آقا گفتم بهش بگو که هر مقدار ونتیلاتور آمریکا نیاز داره ما حاضریم صادر بکنیم. ما ونتیلاتور به اندازه کافی میسازیم و آماده صادرات هستیم. فقط باید به شیخ فری گفت در عرصه صادراتش زیاد تند نره، چون ممکنه چنین بلایی سرش بیاد.